طبیعت پرفروغ لرستان دست کم سو شدن ندارد. آبشاری کوچک و پرآب از میان توده درختان و درخچه ها هویدا می شود و تراوت و زیباییش را به این سرزمین پربرکت هدیه می کند. وقتی به طبیعت لرستان سفر میکنی باید هر لحظه این امکان رو بدی که طبیعت یه منظره خیره کننده مثل این آبشار به شما نشون میده. آبشاری که با اینکه خیلی کوچیکه ولی میتونه روز شما رو بسازه و کلی از خستگی شما کم کنه و شما رو برای ادامه سفر آماده کنه و ریلکس کنه. با عبور از دره‌ها و تپه‌ها به سمت مقابل دره کولپیر می‌روم. از تنگه‌ای می‌گذرم و در سکوتی که با آواز گاه گاه پرندگان می‌شکند، در گوشه‌ای از طبیعت ناب و پرتنوع سرزمین لرستان به غار ماهیکور می‌رسم. نزدیک راه آهن ایستگاه تنگ 7 روستایی به نام لون قرار دارد و یکی از ارتفاعات این روستا کوهی است به همین نام. درون غاری پایین دست این کوه حوضچه‌ای عمیق با آب راکت قرار دارد. اینجا غار ماهیکور نام دارد. زمانی که بارندگی زیاد می شود، آب این حوضچه سرریز می شود و به صورت رودی بسیار زیبا از دل کوه خارج و در طبیعت بکر منطقه جاری می شود. این دریاچه چون در دل غار قرار دارد، محیط بسیار تاریکی دارد و به دلیل رطوبت و تاریکی توانسته زیستگاه مناسبی برای گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرد باشد. اینجا همون جاییه که در موردش صحبت کردم، غار ماهیکور، زیستگاه یکی از موجودات نادر آبزی که اینجا خاص منطقه لرستان هستش و فقط در این منطقه از بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد وجود داره و زندگی میکنن. جالبه بدونین که این ماهی ها هیچ گونه ارزش اقتصادی و غذایی ندارن و فقط به عنوان منابع نادر ژنتیکی در پژوهشگاه‌ها مورد بررسی و پژوهش قرار میگیرن. در دل این حوضچه راکت گونه‌های خاص از آبزیان ماهیکور زندگی می‌کنند. این گونه نادر بومی استان لرستان بوده و تنها زیست بومشان همین غار در دل کوه‌های زاگرس است. گونه ماهیکور در فهرست گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد
و برای حفاظت از این گونه بار ماهیکور در سال 1384 به عنوان اثر طبیعی ملی و یکی از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست ثبت شده است. ماهیکور به لحاظ داشتن بدنی شفاف و بدون چشم از عجایب خلقت نام گرفته و در دنیا منحصر به فرد است. این ماهی فاقد قدرت بینایی بوده و به طور کامل کور است و هیچ گونه آثاری از چشم خارجی در آنها مشاهده نمی شود و به دلیل اینکه در آبهای زیرزمینی و در تاریکی غارها زندگی می کنند به ماهی کور قارزی معروف هستند. در 120 کیلومتری جنوب شرق شهر خرم‌آباد تنگه کولپیر قرار دارد. تنگه کولپیر یکی از منحصر به فردترین تنگه‌های لرستان است که نام محلی آن تنگه مدیژلو است. برای رسیدن به این دره اعجاب‌انگیز از خرم‌آباد وارد بزرگراه خرمزال شدم. در مسیر از چند تونل مختلف عبور کردم. بعد از تونل سوم به روستای چمشک رسیدم و وارد جاده سیروم شدم. در ابتدای راه رودخانه‌ای کمجان از میان دره‌ای باز و پهن می‌گذرد. بستر خشکی وسیع‌تر از پهنای رودخانه است و از قلوه سنگ پوشیده شده است. در ادامه شدت و عمق آب بیشتر و بیشتر می‌شود به نحوی که برای عبور از میان تنگه باید از درون رودخانه عبور کرد. دیواره‌های تنگه به هم نزدیک و نزدیکتر می‌شوند و کم کم سایه روی سراسر تنگه می‌افتد و خبری از نور خورشید نیست. سنگ‌های بزرگی در مسیر آب و درون دره جا خوش کردند. حالا دیگر صدای برخورد آب به این سنگ‌های بزرگ درون تنگه می‌پیچد. از درون تنگه به بالا نگاه می‌کنم. آبی دایره‌ای شکل از آسمان پیداست. هر جا دیواره‌های تنگه کوتاه می‌شوند، اندک نوری داخل تنگه را روشن می‌کند. در مسیر 2.5 کیلومتری این تنگه اعجاب‌انگیز هرچه بیشتر می‌روم آب رودخانه زلال‌تر و عمیق‌تر می‌شود. آبی خنک از زیر پای من عبور می‌کند و خستگی را از جان و روحم می‌زداید. حالا با هر قدم من دسته ای از ماهی ها عبور می کنند و از من پیشی می گیرند.
دره کولپیر یکی از زیباترین دره‌های لرستان و حتی ایرانه که در بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد قرار گرفته. از مشخصات بارز این دره دیدنی صخره‌های بلند صیقل خورده تیره‌ای هستش که یه رودخونه زلال و پر از ماهی از اون عبور میکنه. به نظرم عبور از این چشمه و رودخونه زلال خیلی هیجان انگیزه و برای من که خیلی لذت بخشه. استان لرستان طبیعتی زیبا و کم نظیر دارد. جنگل‌های سرسبز، آبشارهای خروشان، کوه‌های پرصلابت و قله‌های پربرف، چشمه‌ها و رودهای همیشه جاری، دریاچه‌های زلال و حیات بخش، تنوع زیستی غنی و دیگر جاذبه‌های طبیعی گواه این ادعاست. خب به جایی از دره کولپیر رسیدم که عمق آب زیاده و این اجازه رو به من نمیده که من بتونم با کوله برم داخل. بنابراین کوله‌مو در میارم، یه گوشه میذارم و بدون وسیله میرم که بتونم یه پیمایش داشته باشم در. این تنگه در اثر تخریب و انحلال سنگ‌های آهکی توسط آب رودخانه للری در طی سالیان متمادی به وجود آمده و دارای پیچ و خم زیادی است. دیواره‌های سنگی به دلیل همنشینی با جریان‌های فصلی آب نقش و نگارهای زیادی به خود گرفته است. این نقاشی‌ها هنر حجاری آب روان بر روی سنگ هاست. نقش‌های حک شده بر روی دیواره تنگه آنقدر جذاب هستند که من را مبهوت خود می‌کنند. دایره‌ها و قوس‌ها با خطوط برجسته عمودی دوار و گاهی نقش‌های دایره‌ای شکل آنقدر جذاب و جالب هستند که با یک بار دیدن برای همیشه در ذهن هر گردشگری نقش می‌بندند. رطوبت و هوای کوهستانی داخل تنگه روح مرا تازه می‌کند. نه تنها ذره‌ای خسته نشدم، بلکه لحظه‌ای نمی‌مانم و بی‌توقف از هیجان این پیمایش شگفت‌انگیز لذت می‌برم. خنک‌های آب، سکوت محض و حضور در جای بکر که انگار به این کره خاکی تعلق ندارد در این دقایق به من حسی متفاوت می‌بخشد. حسی که تاکنون تجربه نکردم. دوست دارم مسیر تنگه طولانی تر شود تا این تصاویر بکر و نقاشی‌های سحرآمیز طبیعت به پایان نرسد. در طول مسیر هر بار که سر خود را به سوی آسمان و دیواره‌ها بلند می‌کنم، مات و مبهوت اباحت این تنگه زیبا می‌شوم. دیواره‌ها به هم نزدیک و نزدیکتر می‌شوند به حدی که ادامه مسیر را باید تک نفره پیمود. با تنگ شدن دیواره و مسیر، عمق آب هم بیشتر شده و ادامه مسیر تنها با شنا کردن امکان پذیر است.
امروز توی دره کولپیر به اندازه 1 سال از عمرم شنا و آبتنی کردم و کلی خوش گذشت واقعا بهم. صدا و شفافیت این رودخونه مثل این سنگایی که اینجا جلا داده روح منم جلا داد و تونستم خودم رو برای ادامه سفرم آماده کنم. بچه‌های پشت صحنه تصویربرداری پا به پای من برای ثبت تصاویر توی دره کولپیر به آب زدن و دوست دارم اونا رو دعوت کنم و کنار من توی این قاب وایسن. اینجا اگه بتونید یه چیزی اولوش 1 متری آیید که تقریبا 2 متر بیشتر ما فاصله داشته باشید و بیرون برید اون تصویره رو میشه گرفت. اون بود که آسمان پیران میشه و دلاری آب هم مشخص هست. زیرابی هم داره. زیرابی حتما آرش کرسی شد آرش شد آرش شد آرش شد آرش شد